کارگردان محبوبم تو سینما ایران داریوش مهرجویی خیلی دوست دارم. به نظرم سینماگر بزرگیه. خیلی ایرانو خوب میشناسه، جامعه ایرانو خیلی خوب میشناسه. خیلی فرهیخته است، خیلی باسواده، خیلی ریتمو خوب میشناسه. فیلماش اصلا کهنه نمیشه. شما هامونو بذار الان با یه بچه 16 ساله بشه هامون ببین. انقدر ریتم فیلم خوبه نمیتونین چشم از فیلم برداریم. انقدر برای هر صحنه فیلم فکر شده که چه جوری، یعنی صحنه لایی نداره. حتی میخواد اونجایی که خسرو شکیبایی میخواد بره سر کارش با یکی از دوستاش کورس میذارن تو خیابون، مثلا میگن اینقدر برای هر فیلم زحمت کشیده شده. لیلا، درخت گلابی، فیلم کمدی شجار نشینا، فیلم سارا، بانو، حتی پری، حتی مهمان مامانش به نظرم فیلم‌های بسیار خوبی هستن، هم ایرانی هن هم سینما. بعد از آقای مهرجویی من کیارستمی رو خیلی دوست دارم. باد ما رو خواهد بردش. حالا کپی برابر اصلش فیلم سینما ایران نیست، ولی بهترین فیلم یه سینماگر ایرانی تونسته دالو بسازه. و بعد از مهرجویی و کیارستمی دیگه دندان مار کیمیایی رو دوست دارم. کاغذ بی خط و ناخدا خورشید ناصر تقوایی به نظرم فیلم بسیار خوبی هست. از کیانوش عیاری شبای کجرومش رو خیلی دوست دارم، قدیمیه. از جدیدیا فیلم اجدا وارد میشود مانی حقیقی رو خیلی دوست دارم. فیلم هم آقای برنی صاحب زمانی که خدمتتون عرض کردم، چیزهایی هست که نمیدانی. از قبل از انقلاب تعداد فیلمی که دوست دارم کمه. قیصر رو دوست دارم قبل از انقلاب. گزارش کیارستمی که شاهکار بی‌نظیره. یه فیلم داره شاپور غریب به نام رقاصه شهر. اگه زن نبودی واسه خاطر بی‌معرفتیت تا حالا گک و پوز واسط نهشته بودم. تو هم اگه مرد نبودی که الان سر میزت نبودم. فیلم فارسی ملک مطیعی و فروزان بازی میکنن. فیلم بسیار کم نقصیه، خیلی کم نقصه فیلم و مضاف بر اینکه از فضای جنوب شهر ایران خیلی نمای خیلی واقعی به شما میده. دونده امیر نادری رو خیلی دوست دارم. عبه ایزایی من مرگ یزگردش رو خیلی دوست دارم و چریک تاراش رو خیلی دوست دارم. اون دوتایی که هیچ وقت اکران نشدن. از آقای حاتمی حاجی واشنگتنش رو خیلی دوست دارم، علی حاتمی. از پرویز کیمیاوی باغ سنگیش و پمس پلیکانش به نظرم عالی ان، درجه یک ان. آقای شیردل فیلم اون شب که بارون اومدش و قلعه، دو تا فیلم بسیار خوب داره. فیلم پنجره جلال مقدم فیلم خوبیه. خب کندوی فریدون گلم که به نظرم فیلم خوبیه ولی دیگه دارن خیلی بزرگش میکنن، یه ذره دیگه دارن شورشو از شور به در میکنن به قول این دوستان.